همه ما از دکترها یه سری طرز فکرای خاصی داریم که اونا دلسوزن، کمک میکنن به مردم و حال آدما رو خوب میکنن. اما پرونده امروز دقیقاً برعکس این طرز فکره. دکتری که مریضای خودش رو با دستای خودش به قتل میرسونده. سلام خوشگلای من، حالتون چطوره؟ من نغمه هستم. امروز قراره براتون پرونده رو تعریف کنم که چیز زیادی ازش نمیگم، بهتره که خودتون بشنویدش. هارولد شیپمن تو 14 ژانویه 1946 در بسوود استیت توی ناتینگهام به دنیا اومد. اون فرزند دوم از 3 فرزند خانواده‌اش بود. خانواده خیلی فقیری داشت. پدرش راننده کامیون بود و مادرش خدمتکار بود. خانواده‌ای از طبقه کارگر جامعه داشتن و وضعشون به جای اینکه روز به روز بهتر بشه، روز به روز بدتر میشد. وقتی که هارولد بزرگ شد، تبدیل به یه بازیکن راگبی شد. به راگبی خیلی علاقه داشت و افتاد دنبال این علاقش و در نهایت تبدیل شد به یه بازیکن خیلی خوب راگبی. هارولد تو سال 1957 که کلاس 11 بود به مدرسه ناتینگهام رفت، اما تو سال 1964 خیلی ناگهانی مدرسه رو ترک کرد و هیچ کس هم نمیدونه دقیقاً علت این که ترک تحصیل کرده چیه، چون که درسش خیلی خوب بود، بازیکن راگبی بود، خیلی موقعیت اجتماعی خوبی توی مدرسه داشت، ولی خب یهویی بی‌دلیل ترک تحصیل میکنه و همه میمونن که چرا واقعاً چیت کم بود، نونت کم بود، آبت کم بود، چرا الان باید ترک تحصیل کنی وقتی همه چی خوبه؟ ولی خب کرده بوده دیگه. اون حتی یه دونده هم بود و تو سال آخر مدرسه به عنوان نایب کاپیتان 2 میدانی بازی میکرده. یعنی خیلی شرایطش خوب بوده. نمیدونم چرا دقیقاً سال آخر باید ترک تحصیل کنه وقتی که بازیکن خوبی بوده، شاگرد خوبی بوده. هارولد با مادرش فوق‌العاده صمیمی بوده. مادر خیلی مهربونی داشته و خیلی رابطه خوبی با مادرش داشته. مثلا درد و دلاشو به مادرش میگفته، سختیاشو، اذیت شدناشو، و خودش هم خیلی هوای مادرشو داشته. سعی میکرده بره ریز ریز کار کنه، کارهای پاره وقت و اینجور چیزا رو انجام بده که یه کمک حالی برای مادرش حداقل باشه، چون مادرش خدمتکار بود و دیگه کم کم داشت به سمت پیر شدن میرفت که دیگه اون توان و نای اولیه رو نداشت و هارولد میرفت کار میکرد که به مادرش هم کمک کنه. ولی خب متاسفانه مادرش مریض میشه و دکترها تشخیص میدن که سرطان ریه داره و 1-2 سالی رو همینطوری با بیماری میگذرونده و در نهایت وقتی هارولد 17 سالش بوده مادرش از دنیا میره متاسفانه. و هارولد که فوق‌العاده به مادرش وابسته بوده و وابستگی روانی به مادرش داشته، این اتفاق باعث میشه که اون کاملا فرو بریزه، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی روانی. کلا حالش بد میشه دیگه. شما فکر کنید به حالا یه شخصی به اسم مادر که از قضا بهش وابستگی شدید روانی دارین، چون هارولد جز مادرش کسی رو نداشته. پدرش خب راننده کامیون بوده، همش توی جاده و این ور اون ور، ولی خب هارولد و مادرش تایم خیلی زیادی رو با هم میگذروندن و این اتفاق باعث شد که هارولد فوق‌العاده با شکست خیلی سنگینی مواجه بشه و نحوه درگذشت مادرش باعث شد که هارولد بعداً به چیزی که الان هست شاید تبدیل بشه. مادرش که مدت‌ها بوده درد میکشیده و حالش فوق‌العاده بد بوده، هیچ امیدی هم به خوب شدنش نبوده و دکترها کاملا قطع امید کرده بودن، گفته بودن که مثلا 2-3 ماه دیگه از دنیا میره. ولی خب مادرش درد خیلی زیادی رو داشته تحمل میکرده. دکتر مادرش میبینه که خب خیلی شدید این درد. یه روز با مادرش صحبت میکنه و میگه که اگه بخوای یه روشی هست که تو زودتر راحت بشی از این درد، تو که خوب نمیشی، حداقل این روش میتونه تو رو زودتر از دردی که داری میکشی خلاصت کنه. مادرش قبول میکنه و دکتر مادر هارولد با تزریق باعث میشه که مادر هارولد از دنیا بره. این چیزی بوده که مادر هارولد خودش قبول کرده بوده و پذیرفته بوده، چون که دردی که داشته میکشیده دیگه خیلی براش سخت‌تر از توانش بوده و نمیتونسته عملا. این روزا هم میگذره و هارولد بزرگتر میشه. اون سال 1966 با یه خانومی به اسم پرایمر می آکستوبی ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج 4 بچه میشه. هارولد بعد از اتفاقایی که سر مادرش میاد تصمیم میگیره که تبدیل
تبدیل به یه پزشک بشه. حالا همه فکر میکنن که دلیلش اینه که به کسایی مثل مادر خودش کمک کنه، ولی خب نه، اون یه طرز فکر خاص دیگه ای داشته که تو جلوتر میفهمیم که اصلا چرا به این رشته روی آورده. به بیمارستان عمومی یورکشایر مشغول به کار میشه و تو سال 1974 یه موقعیت خوب براش توی یه بیمارستان خوب به اسم آبراهام پیش میاد که به عنوان پزشک عمومی میره و اونجا مشغول به کار میشه. یه سال همینطوری کجدار و مریض میگذرونه و سال بعدش هنگام جعل نسخه پتیدین برای خودش دستگیر میشه. سوء استفاده از قدرت. هارولد، خجالت نمیکشی؟ خودت پزشکی؟ اون 600 پوند جریمه میشه و به عنوان یه مدت کوتاهی توی کلینیک ترک اعتیاد مشغول به کار میشه. تو سال 1977 بیمارستانش رو عوض میکنه، یعنی بیمارستانی که توش کار میکرد و عوض میکنه و به عنوان پزشک عمومی توی مرکز پزشکی توی منچستر مشغول به کار میشه. اون 3 سال تو همون بیمارستان پزشکی توی همون منچستر میمونه و به کارش ادامه میده به عنوان پزشک عمومی. و حتی اینجاش خیلی جالبه، توی سال 1983 میاد با تلویزیون مصاحبه میکنه به عنوان چگونگی رفتار با بیماران روانی. خیلی جالبه. اصلا مناسب ترین فرد برای مصاحبه رو در نظر گرفتن. هارولد بهترین پزشک برای مصاحبه، اصلا بهترین انتخابو کردیم. تو مارس سال 1998 یه اتفاقی میفته که شوکه کننده است. لیندا رینولدز که یکی از پزشکان توی همون بیمارستانی بوده که هارولد هم توش کار میکرده، یه روزی میاد به رئیس پزشکی قانونی منطقه منچستر یه گزارشی میده. میگه آقا تو این بیمارستانی که ما داریم کار میکنیم و هارولد هم داخلش هست، میزان مرگ و میر خیلی بالاست، یعنی از اون آمار طبیعی خیلی بیشتره. اکثرشون هم بیماران دکتر هارولد هستن که بیدلیل میمیرن عملا، یعنی طرف خوبه، حالش خوبه، نزدیک مرخص شدنشه، ولی یهویی میزنه و میمیره. خب چرا؟ و میگه که اکثر این بیمارا هم زنان مسنن و پلیس تحقیقاتشون رو شروع میکنن و میگردن دنبال سرنخ، اینکه چی بوده، چی شده، فلان و اینا، ولی یه مدرک کافی برای این اتهام نمیتونن در نهایت پیدا کنن و میگن که خب پرونده بسته است دیگه، پزشک حالا مریضاش از دنیا میرن، دلیل نمیشه به یارو تهمت بزنی که خانوم چی داری میگی. بعد میگن خدا نگهدار، پرونده رو میبندن و تمام. بعد از اینکه تحقیقات بسته میشه و هارولد میبینه که نه، مثل اینکه قصر در رفته، یه بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، بار 3 میاد دوباره بعد از این تحقیقات 3 نفر دیگرم میکشه و نمیگه که بالاخره یه جا من دستگیر میشم. یه روز یه راننده تاکسی میاد به پلیس میگه که آقا من به این هارولد مشکوکم و به نظرم اون 21 نفر رو به قتل رسونده. پلیس میگه که چرا؟ رو چه حساب اینو میگی؟ میگه که به خاطر اینکه من بهش مشکوک شدم و زیر نظر گرفتمش. من بیمارانی که یه خانم مسن بودن و با سلامت کامل می آوردم بیمارستان اینا، حالا طرف میخواسته چکاپ بشه یا یه سردرد جزئی داشته، پادرد جزئی داشته و چیزی نبوده که باعث مرگ باشه، ولی وقتی می آورده این بیمارستان و هارولد بهشون رسیدگی میکرده، اون خانوما از دنیا میرفتن. پلیس دوباره شروع میکنن تحقیق کردن و ببینن داستان چیه، ولی باز هم به نتیجه خاصی نمیرسن و میگن که حالا فعلا این پرونده بمونه این گوشه کنارا، یه شرایطی پیش اومد یا دوباره همچین اتفاقی افتاد، ما برمیگردیم بررسی میکنیم. چون میدونین مدرک کافی نداشتن. خب این شخص پزشک بوده، خیلی راحت میتونسته از زیر خیلی چیزا قصر در بره. آخرین قربانی هارولد، گفتم یه بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، بار 3 تو دستی ملخک. آخرین قربانی هارولد که کاتلین گراندی نام داشته و از قضا شهردار سابق اون منطقه بوده. اون منطقه اسمش هاید بوده که اون بیمارستان هم داخلش بوده که توی منچستر بودن همه اینا، و این خانم شهردار سابق هاید بوده که توی 24 ژوئن 1998 توی خونش جسدشو پیدا میکنن. هارولد گواهی فوتشو امضا میکنه و علت مرگشو کهولت سن مینویسه. اصلا خیلی عجیبه این رفتار، یعنی از یه شخصی که این همه کار کرده و حالا تونسته قصر در بره، از روی هوشش بوده، از روی شانسش بوده یا هرچی،
چطور ممکنه یه حرکت احمقانه بزنی و اینطوری گیر بیفتی؟ هارولد و اون خانم مسن همون نمیشناختن، درسته؟ هارولد فقط گواهی فوتش رو امضا کرده بوده. حالا دختر این خانم میاد میگه که مادر من یه وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده بود که ما اون وصیت‌نامه رو خونده بودیم، ولی به یک بار این وصیت‌نامه حذف میشه و از بین میره و به جاش وصیت جدیدی که هست اینه که 386,000 پوند به هارولد واگذار شده بوده. چطور این کارو کردی؟ اونا به هارولد مشکوک میشن، نشان جایی سوال داره و دختر این خانوم از هارولد شکایت میکنه و میگه که من مشکوکم به این قضیه، یه چیزی باید باشه این وسط. خلاصه میان نبش قبر میکنن و جسد اون خانوم رو میارن بیرون. حالا آزمایش و این داستانا رو انجام میدن که ببینن دقیقاً علت اصلی مرگش چی بوده و بدین ترتیب آثاری از این ماده مخدر که براتون نوشتم و پیدا میکنن داخل بدن این خانوم. اصلا برای کنترل درد واسه بیماران سرطانی تجویز میشه، اونم تو مقدار خیلی خیلی کم، نه که اون حجم از مواد داخل بدن یه خانوم پیر که اصلا معتادم نبوده. یعنی کاملا مشکوک، یعنی عملا مشکوک بوده این داستان. مشکوک که نه، دیگه مطمئن بودن که داستان چیه. هارولد میاد میگه که نه، این داستان به من ربطی نداره، این خانم معتاد بوده، میتونید برید چک کنید. میگه که من هیچ تقصیری ندارم، اون خانم خودش اعتیاد داشته، شاید اووردوز کرده. من نوشتم کولت سن، ولی خب نمیدونستم که این مواد مصرف میکنه، شاید معتاد بوده، برای چی به من گیر دادید این وسط؟ حتی بعد چند روز میاد یه مدرک رو نشون میده، میگه ببینید اینو نگاه کنید، این مدرکه که نشون میده این خانم معتاد بوده. من یادم نبود اون روز بهتون نشون بدم، من توی اون تهمه‌های کامپیوترم بود و نتونستم براتون پیدا کنم. آره یادمه، من آزمایش ازش گرفتم و معتاد بود، بیایید نگاه کنید. اون مدرک رو نگاه میکنن، بررسیش میکنن و متوجه میشن که این نوشته و این مدرک دقیقاً از توی کامپیوتر هارولد بعد از چند روز بعد از مرگ این خانوم نوشته شده. گند زدیم داداش، گند زدیم. و هارولد توی 7 سپتامبر 1998 دستگیر میشه و بعد از دستگیریش متوجه میشن که یه ماشین تحریر داشته که وصیت‌نامه این خانومو خودش جعل کرده و با اون دستگاه نوشته. پلیس بعد از این داستان میان تمام اون بیمارانی که هارولد مرگشون رو تایید کرده بوده رو بررسی میکنن، میبینن که 15 نفر از اونا رو کاملا بررسی میکنن. اونا مدارک دوزهای کشنده این ماده رو، امضای گواهی فوت اونا رو و بعد جعل مدارک پزشکی اونا رو برای نشون دادن اینکه اونا توی وضعیت بدی بودن پیدا میکنن. محاکمه هارولد توی 5 اکتبر 1999 شروع میشه. اون متهم به قتل 15 زن با تزریق مقدار کشنده این ماده شد. تو 31 ژانویه سال 2000 بعد از 6 روز دادگاه هارولد رو برای قتل 15 زن و یک مورد جعل مدرک مجرم میشناسه. بنابراین قاضی برای هارولد حکم 15 حبس ابد محکوم میکنه و اسم هارولد بعد از 11 روز از فهرست پزشکی هم حذف میشه. 2 سال بعد از اینکه هارولد توی زندان بوده، وزیر کشور حکم حبس ابدمون رو تایید میکنه و هارولد توی زندان با پیتر مور که یه قاتل سریالی آشنا میشه و با هم دوست جونجونی میشن دیگه. بالاخره در و تخته یه جوری با هم جور میشه دیگه. حالا اگه دوست داشته باشین پرونده پیتر مور رو هم براتون میذارم که پشت سر هم باشه دیگه. هارولد طبق معمول میگه که من گناهی ندارم و کاملا شونه خالی میکنه. میگه که من الکی انداختید زندان، یعنی پرو نشسته گفته که من هیچ کاری نکردم، گناهی نداشتم دیگه، چی کار باید میکرده که نکردی. و اون هیچ وقت راجع به کارایی که کرده تو انظار عمومی اظهار پشیمونی نکرده و حتی توضیحی هم بابتشون نداده. همسرش هم گفته که اون بیگناهه. همسرش هم معتقد بوده که اون هیچ کاری نکرده و الکی انداختینش زندان. یعنی زن و شوهر با هم بسته بودن، این میگفته من نکردم، اون میگه اون نکرده.
و هارولد تنها دکتریه که تو تاریخ پزشکی بریتانیا قاتل بیمارای خودش بوده. در نهایت تو ساعت 6:20 صبح روز 13 ژانویه 2004 تو سن 57 سالگی خودش رو داخل سلولش حلق‌آویز میکنه و دلیلش هم این بوده که تحمل گذروندن بقیه عمرش رو توی زندان نداشته. میخواسته مطمئن بشه که همسرش بعد از مرگ اون از نظر مالی تامین میشه. اون میدونسته اگه سنش بالاتر از 60 سال بره مستمری همسرش 65% کاهش پیدا میکنه و حتی همسرش روز قبل از اینکه خودشو بکشه باش تماس گرفته بوده، گفته بوده فردا میام میبینمت، فردا میام پیشت، ولی خب این دیدار هیچ وقت اتفاق نمیافته. و جدا از اینکه گفته بودن 65% مستمری همسرت از بین میره، حق بازنشستگیش هم گفته بودن به طور کلی قطع میشه. یکی از زندانبانا میاد به شوخی برمیگره بهش میگه که تو که دیگه 3 سال دیگه میشه 60 سالت، خودتو بکش خلاص کن خودتو، هم همسرت بازنشستگی تو بگیره، هم درصد مستمریش نیاد پایین و اینکه خودت هم تا آخر عمر تو زندان نمیمونی. و این آدم این کارو کرده و این حرفو جدی گرفته. چی بگم؟ خانواده قربانی‌ها بعد از مرگ هارولد میگن که احساس میکنن بازی خوردن و اظهار ناراحتی میکنن. میگن که ما هیچ وقت نفهمیدیم دلیلی که عزیزان ما رو کشت چی بوده و هیچ وقت اون ناراحتی و پشیمونی و اظهار نگرانی و شرمندگی و عذرخواهی که توقع داشتیم و هیچ وقت دریافت نکردیم و این هیچ وقت ما رو راضی نمیکنه. مرگ هارولد بازتاب گسترده‌ای تو رسانه ها داشت و اکثر مردم و رسانه ها اونو بزدل سرد خطاب میکنن. بعد از اینکه جسد هارولد رو به خانواده‌اش تحویل میدن، پلیس به خانواده‌اش میگه که زود دفنش نکنید. حالا دلیلشو نمیدونم، هیچ جا هم نگفتن که چرا پلیس همچین حرفی زده. و 1 سال بعد از مرگش که جسدش هم همونجوری دست نخورده مونده بوده، نمیدونم کجا، نمیدونم چه جوری، توی 19 مارس 2005 جسد اون خارج از ساعت کاری و دور از چشم همه و توی شرایط امنیتی که فقط همسرش و 4 تا فرزندانش حضور دارن جسدش رو میسوزونه. و این همه ماجرا نیست. یعنی ما فکر میکنیم که به خاطر اون 15 تا قتل حبس ابد گرفت و خب خودش هم کشت، ولی این همه ماجرا نیست. تو ژانویه 2001 کاراگاه ارشد پلیس میاد تحقیقات انجام میده و میگه که خب حالا که این پرونده تموم شده، حداقل بذار ببینم مثلا قضیه چی بوده. و پس از ماه‌ها تحقیق به این نتیجه میرسه که مرگ حداقل 218 تا از بیمارای هارولد گردن اون بوده. یعنی جدا از اونا 218 نفر رو کشته و هیچ کس هم نفهمید. به خاطر این بوده که چندین تا بیمارستان عوض کرده، هر بیمارستان اطلاعات خودشو داشته، هیچ وقت به دست پلیس نرسیده بوده. در مجموع بین سالهای 1971 تا 1988 459 نفر که تحت مراقبت هارولد بودن جونشون رو از دست دادن و این در حالتی بوده که بیمارا کاملا سالم بودن. خب دقیقاً مشخص نیستش که چند نفر از اونا قربانی قتل باشن، چون اون اغلب تنها پزشکی بوده که مرگ افراد رو تایید میکرده. برای همین دقیق نمیتونن بگن چند تاش زیر سر اونه، ولی خب مطمئنن که اکثرش زیر سر اونه، به خاطر اینکه پرونده همه اون بیمارا رو بررسی کردن، فهمیدن که اون بیمارا هم سالم بودن. یعنی نهایتاً شاید 7-10 تا به مرگ طبیعی مرده باشن و این امضا کرده باشه. و تخمین پلیس توی دوره 27 ساله پزشکی هارولد حدود 250 مورد بوده که این 250 مورد رو تخمین میزنن که قطعاً کار هارولد بوده توی این 27 سال. همچنین توی سال 2005 مشخص میشه که هارولد جواهرات اون قربانیاشون هم برای خودش ور می‌داشته، یعنی می‌دزدیده دیگه عملاً. و پلیس توی همون سالا 10,000 پوند جواهرات توی گاراژ اون پیدا میکنن و ضبط میکنن و بدین ترتیب یه باغ یادبود برای قربانیان هارولد به نام باغ آرامش توی هاید پارک افتتاح شد. پرونده شیپمن باعث تغییرات زیادی توی جامعه پزشکی بریتانیا شد. روش‌های پزشکی استاندارد بریتانیا به کل عوض شد. شیوه‌های صدور گواهی فوت‌ها هم به کل عوض شد و بزرگترین تغییرش هم این بود که مطب‌های تک پزشک عمومی به مطب‌های چند پزشک عمومی تبدیل شد که اگه یه پزشکی خواست یه تصمیمو بگیره به تنهایی انجامش نده، بقیه پزشکا هم بتونن این کار رو انجام بدن.
یعنی توی اون تصمیم گیری ها دخیل باشن. خب بچه ها، این بود از ویدیوی امروزمون. امیدوارم تمام این قربانی ها روحشون در آرامش باشه. امیدوارم که همچین آدمایی واقعا روی زمین نباشن که بالاخره آدما به پزشکشون اعتماد دارن دیگه. کی مورد اعتماد تر از پزشک آدم؟ یعنی پزشک به تو میگه ماست سیاهه، تو هم میگی درسته. پزشک لابد یه چیزی میدونه که میگه ماست سیاهه و تو میای از اعتماد اون اشخاص سوء استفاده میکنی. اوج کثیفی یه پزشک شاید بتونه همین باشه. حالا قرار نیست که حتما یه پزشکی بیمارشو بکشه. هر پزشکی که حالا به خاطر دلایل شخصی، به خاطر دلایل هر دلیلی، هر چیزی ممکنه باشه، بیاد یه تجویز اشتباه بده، داروی اشتباه بده و از قصد بخواد که یه کاری انجام بده، به نظرم خیلی کار بدیه و من نمیخوام کسی رو قضاوت کنم، ولی به نظرم بدترین کار اینه که از اعتماد کسی سوء استفاده کنی و این هیچ توجیهی نداره. خب بچه ها، این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که دوستش داشته باشین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. مرسی که منو تماشا میکنین و در نهایت باید بگم که خیلی دوستتون دارم. خیلی برای من عزیزین. مرسی از تک تک حمایت ها، لایک ها، سابسکرایب ها، کامنت هایی که برای من میذارین. من تک تک کامنت هاتون رو میخونم و توجه میکنم به نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و همین دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.